اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه الكرام اجمعین و بعد. برادران و خواهران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خود را و شما را به تقواداری خداوند مهربان وصیت می نمایم و متذکر می گردم که بهترین کتاب خداوند مهربان است و بعد از آن بهترین راه هدایت بشر در سنت و ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر گرده است. اوصیکم و نفسی بتقوى الله عز وجل فإن اصدق الحديث كلام الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم در چوکات آیت و حدیث، در چوکات اطیع الله و اطیع الرسول. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاریه به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم، ایمان، اخلاق و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. قل هو الله احد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم و درس امروزه ما شما بخیر و خوبی تحت عنوان الحسره، حسرت یا ندامت، افسوس خوردن و پشیمانی. الحسره، تحسر میخوریم. یگان وقت اعمال صالحین را که میبینیم به حال خود افسوس میخوریم و تحسر میخوریم، پشیمان میگردیم ای کاش که اعمال صالحین را میداشتیم. الحسره درس خوب و کلمات خوبی است. آرزو دارم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. کلمه حسرت در آیت مبارک سوره یاسین شریف ذکر گرده است. یا حسرتا علی العباد، ای افسوس به حال بندگان. تحسر، حسرت، پشیمانی و افسوس خوردن. افسوس به حال بندگان. ما یاتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون. هر پیغمبری که به هر ملت، به هر قومی که فرستاده شده، مگر اینکه قوم همه تمسخر کردند. افسوس به حالتشان. ای کاش که پیروی میکردند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از پیغمبرانشان، بجای اینکه تمسخر و استهزاء سرشان میکردند. یا حسرتا علی العباد ما یاتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون. افسوس به حال بندگانی که پیغمبران خود را تکذیب و استهزاء در حالشان کرده اند. و در سوره الزمر همچنان کلمه حسرت در آیت مبارک ذکر گردیده است.
ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و ان كنت لمن الساخرین. بنده به روز آخرت میگوید که ای کاش که وقت خود را ضایع نمی کردم. تحسر و افسوس به حالت من که ای کاش که با پروردگار خود رابطه خوبی را می داشتم. ای کاش که خداوند را فراموش نمی کردم. ای کاش که تمسخر نمی کردم. و این کنت لمن الساخرین، از ضمن تمسخر کنندگان بودم. ای کاش که نمی بودم. ای کاش که از وقت خود استفاده حسن را می داشتم. ای کاش که با پروردگار خود رابطه می داشتم و عبادت او را به شکل درستی ادا می کردم. ابن القیم رحمت الله علیه فرمودند: فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم. دعوت کردن به سوی خداوند وظیفه پیغمبران و هر کسی که ازشان پیروی نماید است. و یقول ایضا رحمت الله علیه، و همچنان ابن القیم رحمت الله علیه فرموده اند: فالعبد اذا اعرض عن الله واشتغل بالمعاصی، هنگامی که بنده از خداوند دوری نماید و به گناهان به معصیت مصروف باشد، ضاعت علیه ایام حیاته، روزهای عمرش ضایع میگردد و یتحسر و افسوس میخورد. بالاخره پشیمان میگردد و حسرت و تحسر خود را اظهار می نماید، افسوس خود را اظهار می نماید و یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، و می گوید ای کاش که برای زندگی آخرت خود کار می کردم. یقول عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه: ما ندمت على شیء ندمی، هیچ وقت پشیمان نشده مانند پشیمانی ام که علی یوم، سر روزی که غربت فیه شمسه، که آفتاب در آن روز غروب پیدا کند و روزم ختم گردد، نقص فیه اجلی ولم یزد فیه عملی، و عمرم در آن کوتاه گردد و عملم اضافه نگردد. هیچ وقت پشیمان نشدیم مانند پشیمانی که یک روزم تکمیل گردد و عمرم کم گردد و عملم اضافه نگردد. بسم الله الرحمن الرحیم. و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. به روز آخرت ظالم دستهای خود را دندان میکند، کنایت از این که پشیمان می باشد، افسوس می خورد. ای کاش که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم رابطه می داشتم، از او پیروی درست را می کردم. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمودند: لیس یتحسر اهل الجنة علی شیء، اهل بهشت هیچ وقت پشیمان نمی شوند مگر در یک حالت سر یک موضوع اظهار تأسف و تحسر خود را کرده اند. الا ساعتا، مگر اینکه ساعت مرت بهم لم یذکر الله سبحانه فیها، ساعتی در عمرشان در دنیا تیر شده باشد و ذکر خداوند مهربان را و عبادت او را ادا نکرده باشند. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: لا حسد الا فی اثنتین، حسادت نیست مگر در دو چیز. حسادتی که زوال نعمت را از شخص مقابل نداشته باشیم، حسادتی که جایز باشه به عنوان غبطه، که تحسرشان را میخوریم، افسوس میکنیم به حالت خود، ای کاش که ما هم مانند ایشان می بودیم اما زوال نعمت را از ایشان آرزو نداریم. حسادتی که جایز باشه، حسادت مناسب نیست مگر در دو چیز. شخص را خداوند مهربان قرآن کریم خود را، کتاب خود را به نصیبش گردانیده است، از طرف روز و از طرف شب آن را می خواند. و شخص را خداوند مهربان مال حلال، مال درست را به نصیبش گردانیده است و از طرف روز و از طرف شب آن را در راه خداوند مهربان صدقه و خیرات می نماید. حدیث مبارک رواه البخاری. ما هم تحسرشان را می خوریم،
افسوسشان را میخوریم. ای کاش که صاحبان قرآن کریم می بودیم، از طرف روز و از طرف شب آن را تلاوت می کردیم. ای کاش که صاحبان مال می بودیم، مال حلال، که آن را در راه خداوند مهربان همچنان از طرف روز و از طرف شب صرف نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. یؤتی الحکمت من یشاء. خداوند حکمت خود را، کلام خود را، علم خود را به نصیب کسانی میگرداند که مشیت خداوند مهربان رفته باشد. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. و هر کسی را که خداوند حکمت خود را، کلام خود را، کتاب خود را به نصیب او بگرداند، به حقیقت خیر زیاد را خداوند به نصیبش گردانیده است. قیل الحکمه هو القرآن و فهمه. و در تفسیر آیت مبارک سابق ذکر می گردد که حکمت قرآن کریم است و فهم قرآن کریم است. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. سوره البقره. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آیات الكتاب و قرآن مبین. آیت های کتاب و قرآن واضح. ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین. کفار ممکن روزی سرشان رسد که پشیمان گردند و بگویند که ای کاش که ما هم مسلمان می بودیم. در تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه در شأن یا تفسیر آیت مبارک سابقی که ابتدای سوره الحجر است ذکر کرده است که کفار پشیمان می شوند هنگامی که در آتش می باشند و آرزو می داشته باشند که ای کاش که در دنیا ما هم مسلمان می بودیم. ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین. و کفار ممکن بگویند که ای کاش که ما هم مسلمان می بودیم. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده فرمودند که هنگامی که خداوند مهربان به آتش امر کند به روز آخرت که از آتش خارج شود هر آن کسی که از اهل قبله باشد، هر کسی که مسلمان از اهل قبله باشد، و خارج می شوند مسلمانان ولو اگر مسلمانانی که گناهکار هم باشند و به اساس آتش گناهانشان ممکن به این عقوبتی که داشتن پاک گردد، و مسلمانانی که در قلوبشان اسلام است و ایمان است ولو اگر کم هم باشد، بالاخره از آتش هنگامی که خارج می گردند کفار به طرفشان نظر می نماید و می گویند که ای کاش که ما هم مسلمان می بودیم، ای کاش که یک کم یا ذرات ایمان یا اسلام در قلبهای ما همچنان می بود، بالاخره روزی یک روزی از آتش کشیده می شدیم. حدیث مبارک اخرجه الطبرانی نقلا از تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه ابتدای سوره الحجر. برادران و خواهران مسلمان، کلمات زیبا و درس خوبی را داریم به ارتباط حسرت، افسوس خوردن و پشیمانی. بسم الله الرحمن الرحیم. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. نه مال و نه اولادتان شما را به ما تقرب می دهد. الا من آمن و عمل صالحا. مگر کسی که صاحب ایمان و عمل صالح باشد. ایمان و عمل صالح به درد انسان می خورد. در غیر از آن انسان ممکن فردا روز پشیمان گردد. ای کاش که ایمان و عمل صالح می داشتم. فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. خداوند جزای احسن را، جزای مضاعف را، با برکت را به نصیبشان می گرداند و در خانه های پر از امن در جنت ها می باشند. آیت مبارک سوره 7. سوره الصافات. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فلیعمل العاملون. به حقیقت این از کامیابی بزرگی که انسان داخل بهشت گردد و رحمت خداوند متعال سرش نازل گردد. به این کار، به این کامیابی شما عمل داشته باشید، توجه داشته باشید به مانند این کامیابی های بزرگی که
رحمت خداوند مهربان را حاصل نمایید و خوشبختی آخرت را حاصل نمایید. این هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فلیعمل العاملون. فوز بزرگ، کامیابی بزرگ را به این نوع کامیابی بزرگ شما تیاری داشته باشید و عمل صالح را داشته باشید. این المتقین فی جنات و عیون. متقیان در جنت ها و چشمه های جاری می باشند. آخذین ما آتاهم ربهم. و توفه های را که خداوند به نصیبشان می گرداند آن را می گیرند. نعمت های خداوند مهربان را قبول می کنند. انهم كانوا قبل ذلك محسنین. و بندگان محسنین بودن بر روی زمین. كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. از طرف شب بسیار کم می خوابیدند. و بالاسحار هم یستغفرون. و از طرف سحر در وقت فجر در قسمت های آخر شب استغفار می گفتند. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. و در مالشان حق معلوم و حصه معلوم برای سوال کننده و محروم و بیچاره تخصیص داده شده است. سوره الذاریات. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه عبور را داشت سر گروه از اصحاب کرام و همه آرزوهات خود را ذکر می کردند. هنگامی که حضرت عمر رضی الله عنه را دیدند خاموش شدند. از نزدشان سوال کرد که چرا خاموش شدید؟ راجع به چی صحبت داشتید؟ گفتند که ما آرزوهات خود را ذکر می کردیم. آرزوهای خود را یاد می کردیم. حضرت عمر رضی الله عنه برایشان فرمود که آرزوهای خود را ذکر کنید که من هم بشنوم. به ارتباط زندگی دنیا هر انسان آرزوهای خود را یاد می کرد. و حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند که من همچنان آرزوی را دارم که می خواهم که برای شما حکایت نمایم. آرزو دارم که در این جای، در این خانه، در این اتاق اشخاص می بودند مانند ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه و مانند سالم مولا ابی حذیفه رضی الله عنه. ان سالما كان شدید الحب لله لو لم يخف الله ما عصاه. سالم مولا ابی حذیفه رضی الله عنه شخصیتی بود که خداوند را زیاد دوست داشت و اگر ترس خدا هم نمی بود در قلبش باز هم نافرمانی خداوند را نمی کرد. اگر ترس خداوند در قلبش نمی بود باز هم نافرمانی خداوند را نمی کرد. و در شأن ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند که هر امت برای خود امینی را دارد و امین امت من، امانتکار امت من ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه است. از کتاب البیان و تبیین. بجای اینکه اشخاص نشسته باشند به ارتباط مسائل دنیوی آرزوهای خود را ذکر می کنند، ای کاش که به شکل غیر مستقیم برایشان اشاره می دهد که بجای شما اشخاص دیگری می بودند، ای کاش که این اتاق پر می بود از اشخاص مانند شخصیت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه و مانند سالم مولا ابی حذیفه رضی الله عنه. قول حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. خیر در آن نیست که مال تو و اولاد تو اضافه گردد، ولكن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک. لیکن خیر در آن است که علم تو اضافه گردد و همچنان حلیم و بردبار و با صبر باشی. و ان تباهی الناس بعبادت الله وحده. و با مردم در عبادت خداوند مهربان همیش در عجله باشی. اذا احسنت حمدت الله تعالی. و اگر خوبی کردی حمد خداوند متعال را یاد نمایی.
و اذا اسأت استغفرت الله تعالی، و اگر گناه کردی طلب مغفرت از خداوند مهربان بخواهی. خیر در این مسائل است که انسان در جستجوی خیر و عجله کردن در عبادت و طاعت خداوند مهربان و رسولش باشد. عالم فاضل فرمودند: الانسان الحقیقی هو الذي لا يتباهى بشيء من هذه الدنيا. انسان حقیقی کسی است که به زندگی دنیا مغرور نمی باشد، به زندگی دنیا افتخار نمی کند، اما افتخارات بنده مؤمن به عمل صالح او می باشد. و این تباهى، اگر افتخار نماید، یتباهى بعمل صالح قدمه فی حیاته، به عمل صالحی که آن را ادا نموده باشد در حیات خود، به آن افتخار می نماید. و یکون متواضعا، و متواضع می باشد. کما قیل، مانند که گفته می شود: اشد العلماء تواضعا اکثرهم علما. علمایی که علم بیشتر را داشته باشند، تواضع بیشتر را همچنان می داشته باشند. کما ان المکان المنخفض اکثر البقاع ماء. مانند که زمینی که پایین تر باشد، در آنجا آب زیاد همچنان جمع می گردد. انسانی که با تواضع باشد، علم زیاد در آن انسان همچنان جمع می گردد. عباد الله، دوستان و عزیزان خداوند مهربان، علینا الا نضیع اوقاتنا سدى. باید که وقت خود را بیهوده ضایع نکنیم. و این فعلنا فسنندم. و اگر وقت خود را بیهوده ضایع کنیم، بیفایده ضایع کنیم، پشیمان میگردیم. و ربما لا ينفعنا الندم. و ممکن پشیمانی باز به درد ما نخورد. و علینا الا نرکز كثيرا على هذه الدنيا. و ترکیز بیشتری به ارتباط زندگی دنیا نداشته باشیم. کما یقول لقمان الحکیم لابنه، مانند که لقمان الحکیم رحمت الله علیه برای پسر خود فرمودند: یا بنی لا تركن الى الدنيا ولا تشغل قلبك بها فانك لم تخلق لها. ای پسرم، زیاد توجه و تکیه به دنیا نکو و فکر خود را مصروف دنیا نگاه نکو، از خاطر دنیا پیدا نشدی. و ما خلق الله خلقا اهون منها. و دنیا نزد خداوند مهربان ارزشی را ندارد. از ضمن مخلوقات بی ارزش خداوند مسئله دنیا است. فانه لم يجعل نعیمها ثوابا للمطیعین ولا بلاءها عقوبة للعاصین. نعمت دنیا را خداوند ثواب برای طاعت کنندگان ذکر نکرده و ابتلای دنیا را خداوند عقوبت برای گناهکاران ذکر نکرده است. زندگی دنیا مختصر است، امانت است و همه امتحان در امتحان است. تکیه بیشتر به دنیا نداشته باشید و قلب و فکرتان را مصروف دنیا نگاه نکنید، از خاطر دنیا پیدا نشدیم. از کتاب العقد الفرید، همچنان لقمان الحکیم و حکمه. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمودند: قمت فی جوف اللیل فی غزوة تبوک. از طرف شب بیدار شدم در موقع جنگ تبوک. تیاری خود را می گرفتیم مسلمانان به جنگ در موقع تبوک، با روم، با دشمنان جنگ می کردیم. از طرف شب فرأیت شعلة من نار فی ناحیة العسکر. و یک قوق آتش یا آتش را دیدم که هر جای را روشن گردانیده بود. قوق آتش یا آتش، شعله آتش در یک قسمت منطقه جنگی که یا زمینی که در آنجا بودیم، میدان جنگ. و نزدیک شدم به این شعله آتش، دیدم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ابو بکر و عمر رضی الله عنهما در آنجا هستند.
آتش بسیطی نزدشان بود و این آتش مکانشان را روشن گردانیده بود. و یکی از اصحاب کرام به نام عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه فوت گردیده بود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اصحاب کرام ابوبکر صدیق و عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما قبر را برایش تهیه کرده بودند از طرف شب و دیگه مسلمانان همه به خواب هستند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قبر پایان میشه. برای ابوبکر صدیق رضی الله عنه و برای عمر ابن الخطاب رضی الله عنه می فرماید که برادرتان را برای من نزدیک کنید تا او را در آغوش خود گرفته و در قبر در لحد او را بگذارم و او را میگیرد در آغوش خود و دفن می کند. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده فرموده اند اللهم انی امسیت عنه راضیا فرض عنه. خداوندا من از او راضی هستم، تو از او راضی باش. خداوندا من از او راضی هستم، از عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه. خداوندا تو از او راضی باش. در ختام صحبت، ختام حدیث، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرموده اند لیتنی کنت صاحب هذا القبر. ای کاش که من صاحب این قبر می بودم، ای کاش که من میت می بودم به جای عبدالله ذوالبجادین. لأن النبي صلی الله علیه و سلم كان راضیا عنه. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم رضایت خود را از او حاصل کرده و آن را ذکر کرد و با دستهای مبارک خود او را دفن کردند. آیا فخر بالاتر از این فخر است؟ آیا تکریم بالاتر از این تکریم است؟ فخر و تکریم بیشتری وجود ندارد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دستهای مبارک خود این صحابی کریم را در قبر گذاشتند و به حق او دعا کردند که پروردگارا ما از او راضی هستم، تو از او راضی باش. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمودند در آخر حدیث مبارک ای کاش که به جای این میت من می بودم، افسوس او را می خورم، افسوسم به حالت خودم می آید که ای کاش که به جای او می بودم. حسرت، تحسر، متحسر می گردد انسان که ای کاش که به جای او می بودم. برادران و خواهران مسلمان، مثال های خوبی را داریم به ارتباط درس امروزه، به ارتباط درس الحسره. نتحسر على ماذا و نتمنى ماذا و قلوبنا مشغولة بماذا. سر چی چیزها افسوس میخوریم و آرزوی چی چیزها را داریم و قلبهای ما مشغول است به چی چیزها. مثال های خوبی را داریم، سر آن کار میکنیم انشالله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای زید رضی الله عنه، یکی از اصحاب کرام که در منطقه بدر زندگی داشتند، در منطقه بدر زندگی داشتند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش فرموده است یا زید ان تکن عند الله کاسدا ای غیر رابح او عاجز فانك لست عند الله بکاسد. ای زید اگر مردم میگویند که تو تنبل هستی و در تجارتت فایده را ندیدی یا فایده نکردی، نزد خداوند مهربان تو تنبل نیستی و انسان کامیاب و موفق هستی. اذا قدمت المدینه فانزل علی و اذا انا بدرت نزلت علیک. اگر به مدینه منوره آمدی به خانه ما بیا و اگر ما به بدر رفتم به خانه تو می آیم. رواه البخاری فی الادب المفرد و الطبرانی فی الكبیر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را دعوت می نماید که به خانه ما بیا و اگر ما به منطقه بدر آمدم به خانه تو می آیم. کسی که با او پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت و آمد داشته باشد حسرت آن را می خوریم. ای کاش که ما می بودیم
ای کاش که بجای این صحابی کریم ما می بودیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را به خانه خود دعوت می کردند و به خانه ما می آمدند. افسوس به حال خود می خوریم. ای کاش که مانند ایشان می بودیم. از معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت شده پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی از روزها دست او را در دست خود محکم گرفتند. حسرت و افسوس این را می خوریم. ای کاش که ما هم به جای او می بودیم. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش فرموده است: یا معاذ والله انی لأحبک. ای معاذ مرا قسم به خداوند که تو را دوست دارم. فقال اوصیک یا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ای معاذ تو را وصیت می نمایم که در ختم هر نماز بگویی اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خداوندا مرا کمک کن، مرا توفیق نصیب بگردان که ذکر تو را و شکر تو را و عبادت تو را به شکل احسن و خوب ادا نمایم. رواه ابو داود باسناد صحیح. وقال معاذ ابن جبل رضی الله عنه لدى موته. معاذ ابن جبل رضی الله عنه در لحظات مرگ خود کلمات ذیل را ذکر کرده است: اللهم انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها. پروردگارا تو دانای بهتر استی که من زندگی دنیا را دوست نداشتم و زندگی و عمر طولانی را بر روی زمین خوش نداشتم. لجرء الانهار از خاطر این که نهرهای جاری بر روی زمین است. ولا لغرس الاشجار و نه به این هدف که درختهای زیاد از خودم یا از بیگانه بر روی زمین باشد که از آن لذت ببرم. ولكن للظمأ الهواجر، لیکن از خاطر تشنگی که از طرف ظهر بالخصوص از طرف روز در ماه مبارک رمضان و یا اینکه در وقت جهاد فی سبیل الله و یا اینکه سفر در طاعت خداوند مهربان باشد، هنگامی که تشنه می شدیم در روزهای گرم تابستانی خاص بر رضایت خداوند مهربان و مکابدت الساعات و زحمات زیاد را که از طرف ساعتهای روز می کشیدیم بالخصوص در طاعت خداوند و رسولش و مزاحمت العلماء بالرکب عند حلق الذکر و اینکه با زانوهای خود می نشستیم در مجالس و حلقات ذکر و عبادت خداوند مهربان و بالخصوص مجالس پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حسرت روزه گرفتن را در روزهای تابستانی و قدم زدن و سفر کردن را در راه طاعت خداوند مهربان و حاصل نمودن علم شرعی و یا جهاد فی سبیل الله و همچنان نشستن به زانوها با صبر بودن در مجالس ذکر و عبادت بالخصوص مجالس پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از خاطر این مسائل دنیا را دوست داشتم. در غیر از آن به دنیا کدام علاقه و ارتباط ندارم، نه از خاطر مال دنیوی نه از خاطر راحت دنیوی. از کتاب الحلیه. هنگامی که حضرت بلال رضی الله عنه در لحظات آخر حیات خود بودند و لحظات مرگشان برایشان نزدیک شد، خانمش به کنار او نشسته و گریه می کرد. حضرت بلال رضی الله عنه برای خانم خود فرمودند: اگر گریه می کنی به حالت خود گریه کن، نه از خاطر من که فوت می شوم. از خاطر خود گریه کن. من امروز بسیار خوش هستم. ملاقات پیغمبر صلی الله علیه و سلم را می نمایم. ملاقات دوستان و عزیزان خود را می نمایم. به نزد پروردگار خود می روم. غدا القى الاحبه محمدا و حزبه. فردا روز ملاقات دوست واقعی خود را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام او را شدنی استم. اگر گریه می کنی به حالت خود گریه کن. من از خاطر این روز سالها به این طرف گریه کردیم.
سالها به این طرف گریه کردیم، از خاطر این روز تیاری خود را به این روز خود گرفتیم و تیاری خود را به روز مرگ خود گرفتیم. عجب کلمات، عجب شخصیت های فاضلی که تمام عمر خود تیاری خود را به یک روز سفر آخرت خود گرفته اند، که تیاری را به مرگ خود، تیاری خود را به سفر آخرت خود داشتند. اما الامام مالک رحمت الله علیه لما حضرته الوفاة، و هنگامی که لحظات مرگ به امام مالک رحمت الله علیه رسید، تشهد، کلمه شهادت را خواندند: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعدا فرمودند که لله الامر من قبل و من بعد، امر خداوند است، این که لحظات مرگ من امروز میرسد یا فردا میرسد، همه تسلیم اوامر خداوند مهربان هستیم. و فامیل خود را وصیت کرد که در لباس سفید، کفن سفید کفن گردد و در جایی که به عنوان موضع الجنائز، مصلی خارج از مسجد نبوی شریف، در ساحه مسجد، بیرون از مسجد، جایی که در آنجا نمازهای جنازه را می خواندند، نماز جنازه او را بخوانند و در ادیره جنت البقیع دفن گردد. خوشبختی است که کلمه شهادت را خواندند، خوشبختی است که کلمه شهادت را خواندند و تسلیم بودن خود را اظهار کردند که هر وقتی که امر خداوند مهربان و مشیت او رفته باشد، ما حاضر هستیم و تسلیم خداوند هستیم. به لباس سفید، کفن سفید، فامیل خود را وصیت کرد که کفن شود و نماز جنازه او خوانده شود، در ساحه مسجد نبوی شریف و در ادیره جنت البقیع دفن گردد، در مدینه منوره دفن گردد. به ارتباط مدینه منوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل. اگر شما بتوانید که مرگتان در مدینه منوره باشد، در آنجا فوت گردید. اگر در مدینه منوره شما فوت گردید، خوشبخت و کامیاب می باشید. من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل. هر کسی که اگر بتواند که ختم عمرش در مدینه منوره باشد، پس این کار را کند. فانی اشهد لمن مات بها. من شاهد می باشم برای کسی که در مدینه منوره فوت گردد. و فی روایت اشفع لمن مات بها. من شفاعت کننده استم برای کسی که در مدینه منوره فوت گردد و دفن گردد. حسرت اشخاص مانند الامام مالک رحمت الله علیه و اصحاب کرام و مسلمانانی که از صدر اسلام تا به شرایط فعلی را، کسانی که در مدینه منوره دفن هستند، حسرتشان را میخوریم، افسوسشان را میخوریم. افسوسی که نه این که نعمت از نزدشان دور گردد، بلکه ما هم در آن نعمت شامل باشیم. ای کاش که ما هم مانند ایشان واری می بودیم، بدون از این که حسادت باشد که زوال نعمت را نعوذ بالله برایشان آرزو داشته باشیم. نه، نعمت را که دارند ما هم آرزو داریم که ای کاش که صاحبان آن نعمت گردیم. کسانی که در مدینه منوره دفن هستند، ای کاش که ما هم مانند ایشان می بودیم. و کسانی که در مکه معظمه دفن هستند، ای کاش که ما هم مانند ایشان می بودیم، در آنجا دفن می گردیدیم. ای کاش که به نصیب ما زمین مقدس و خاک پاک مکه معظمه و مدینه منوره و خاک پاک بیت المقدس زمین خداوند است. اما این که بالخصوص این سه جایی که در فضائل آن احادیث زیاد ذکر گرده است، آرزو داریم که دفن ما در آنجا صورت بگیرد مانند اشخاصی که در آنجا دفن شده اند. حسرتشان را میخوریم. یکی از صالحین کرام فامیل خود را وصیت کرد که
در چپن یا عبایه لباس رکمی پوشید همیش در آن لباس دفن گردد. سوال کردند که چرا؟ گفتند که اینی ختمت فیها 3000 ختمت، 3000 مرتبه قرآن کریم را در این چپن خود من ختم کردیم. 3000 مرتبه قرآن کریم را ختم کردیم در این لباس خود، در این چپن خود. آرزو دارم که در این چپن دفن گردم، به شکل کفن من قرار بگیرد. مرا در این چپن، در این عباءه یا لباس مرا کفن دهید. از کتاب وصایا و عظاتون. و از 7 طبقه مردمی که فردا روز به زیر سایه عرش خداوند مهربان می باشند به روز قیامت، در آن روزی که سایه نیست مگر سایه عرش خداوند مهربان. رجل قلبه معلق بالمساجد، شخصی که قلب او ارتباط دارد با مساجد، رفت و آمد با مسجد دارد، عبادت خداوند را بالخصوص نمازهای خود را در جماعت در مساجد ادا می نماید. والحديث متفق على صحته. رجل قلبه معلق بالمساجد يعمر المساجد يصلي في المساجد ويتعلم العلم النافع في المساجد ويحفظ القرآن الكريم ويتدارسه في المساجد. شخصی که قلب او با مساجد ارتباط داشته باشد، معلق باشد، محکم باشد، مساجد را عمارت می نماید، نمازهای خود را در مسجد ادا می نماید و علم نافع را در مسجد حاصل می نماید و حفظ قرآن کریم را و فهم آن را در مسجد یاد می گیرد. حسرت اشخاص را که قلوبشان با مساجد پیوند است، حسرتشان را می خوریم. ای کاش که ما هم مانند ایشان می بودیم. ای کاش که قلوب ما هم پیوند مساجد باشد. عباد الله، دوستان و عزیزان خداوند مهربان، یعجبنی الانسان البار بوالدیه، خوشم می آید و هر فرد ما ممکن این آرزوها را داشته باشه یا باز این آرزوها را که یک انسانی که احترام والدین خود را داشته باشد. حسرت او را می خوریم. ای کاش که ما هم احترام والدین خود را داشته باشیم و دعای والدین خود را بگیریم. حسرت آن کسی که احترام والدین خود را دارد، حسرت او را می خوریم، افسوس او را می خوریم. الذين يعين والديه على حوائج الدنيا و ضروراتها، کسانی که والدین خود را کمک می نمایند به ارتباط مشکلات زندگی دنیا، مشکلات را از ایشان رفع می گرداند، احتیاج دنیویشان را حل و رفع می گرداند. و یعجبنی الانسان الخلوق، و یک انسانی که با تربیه و با اخلاق باشد خوشم می آید، حسرت او را می خورم. ممکن مثال هایی باشد که هر فرد مسلمان ما این کلمات را بگوییم که حسرت ما می آید، افسوس می خوریم. افسوس یک انسانی که صاحب حیا و اخلاق باشد که ای کاش که ما هم مانند او باشیم و بهترتر همچنان. الذي لا یغتاب الناس، کسی که غیبت مردم را نکند، ولا یحتقرهم، و کسی که حقارت نورزد از مردم، ولا یتبع عورات الناس، و کسی که پشت خلاهای مردم و عیوب مردم نمی گردد، ولا یتدخل فيما لا یعنیه، و مداخله نمی کند در امورات مردم. کسی که در امورات، در شؤون خاص مردم، در زندگی مردم مداخله نمی کند، مانندی که در حدیث مبارک ذکر گرده است: من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، از حسن و زیبایی اسلام یک بنده هنگامی که ترک نماید چیزی که در آن غرضی نداشته باشد، مداخله نکند در امورات مردم، در شؤون مردم. حدیث صحیح.
برادران و خواهران مسلمان، در دقایق اخیر پروگرام 10 مثال مختصر مفید را داریم به ارتباط اعمال بعضی اشخاص صالح که حسرت اعمالشان را میخوریم و آرزو داریم که خداوند مهربان اعمالشان را قبول بگرداند و ما را هم توفیق نصیب بگرداند که اعمال صالح را داشته باشیم. مثال اول، امام مسجد قبا در یکی از پروگرام‌های خود فرمودند که به مدت 20 سال مکمل به روزهای پنجشنبه بعد از نماز دیگر درس اسلامی را در مسجد قبا برای تمام مقتدیان مسجد دارم. به مدت 20 سال درس اسلامی را بعد از نماز دیگر به روزهای پنجشنبه در مسجد قبا. عجب نعمت بزرگی است که به نصیب این امام مسجد گردانیده شده است. استاد قرآن کریم در مکه معظمه، معرفت شخصی با او دارم. به روز پنجشنبه بعد از نماز فجر او را دیدم که تکیه کرده بود به یک پایه در مسجد الحرام در حرم مکی شریف و چند نفر شاگردان را قرآن کریم را برایشان تدریس می کرد. از او پرسان کردم که امروز روز پنجشنبه رخصتی است. گفت پروا ندارد، فی سبیل الله است. ای کاش که ما هم فی سبیل الله وقت خود را، روزهای رخصتی خود را بالخصوص صرف نماییم. جوان در کالیفرنیا بر علاوه این که 5 روز مکمل را در بانک وظیفه رسمی خود را داشت، همچنان به روزهای شنبه در یک دکان پیتزا فروشی کار میکرد و میگفت که معاشی را که به روز شنبه از دکان پیتزا حاصل می نمایم، یک فامیل مسلمان را در افغانستان سپانسر شدیم. خانم بیوه با چند اطفال یتیم و ایشان را ما به ما کمک می کنم از مدت ها به این طرف. الحمدلله. شخص عمرش بیشتر از 50 سال است، در شهر ما در منطقه دالاس در تکساس زندگی می کند. الحمدلله کوشش می نماید که قرآن کریم را حفظ نماید و مدت چندین سال به این طرف تا فعلا تانسته که الحمدلله نیم قرآن کریم را، تقریبا 15 سپاره قرآن کریم را حفظ کرده. از 50 سال عمرش بالا است، اما باز هم همت را و شوق را دارد که تمام قرآن کریم را حفظ نماید. خوشا بر حال او. یک جوان روز از روزها صحبت کرد که به روزهای یک شنبه رخصت می باشم و آرزو دارم که نماز فجر خود را در مسجد در جماعت بخوانم، چون برایم آسان تر است، روز رخصتی است و ساعتی که زنگ می زند که مرا به نماز فجر در روزهای عادی یا به روز رخصتی هنگامی که به فجر بیدار میشم، ساعت را از چپرکت خود دورتر میمانم که بیدار شوم و قدم بزنم، ساعت را خاموش بسازم، بیدار میشم در اثنای رفتن. شخص صالح مسجد را آباد کرده است در منطقه دالاس در تکساس که زندگی داریم و به نمازهای جمعه تقریبا 200 نفر حاضر می شوند و برای همه بعد از نماز جمعه نان بسیار مفصل و خوبی را همچنان تقدیم می دارد و می گوید که الخیر فی الانفاق وليس فی الجمع. خیر در مصرف کردن است در راه خداوند مهربان، نه در جمع کردن و نگاه کردن آن. و مما رزقناهم ينفقون، از مال را که به نصیبشان گردانیدیم انفاق می کنند. 200 نفر را نان می دهد بعد از نماز جمعه. شخص را مشناسم شخصا، همچنان در تکساس در دالاس با ما زندگی دارد و کتاب حدیث مبارک را نوشته کرده. از او پرسان کردم که چند کاپی می خواهی که چاپ کنی؟ به فکرم می گشت که از خاطر منفعت اجر و اجره همچنان. اما این شخص جواب خوبی را برایم داد که حسرت آن را می خورم. گفت که این کتاب را چاپ می کنم و احادیث مبارک را نوشته کردیم، ترتیب دادیم،
به هدف این که در قبر به دردم بخورد، ثواب آن در قبر برایم برسد. شخص سرسفید را میشناسم شخصا که انسان حلیم و صابر است و عمر او ممکن بیشتر از 80 سال باشد، اما بسیار یک انسان صبور و حلیم. ای کاش که همه ما که سن و سال ما بالا رود و سرسفید و مسن و عجوز گردیم، با صبر و بردبار باشیم و حلیم باشیم. امام مسجد را شخصا میشناسم در منطقه ما که بعد از نماز خفتن کوشش می نماید که وقتتر به خواب رود و همیشه می گوید که می خواهم که در نماز فجر استوار باشم و بیدار باشم و یگان وقت قبل از نماز فجر بیدار میشه و نمازهای تهجد خود را همچنان می خوانه. از طرف شب کوشش می کند که وقتتر خواب شود که به نماز فجر خود به شکل خوبی بیدار گردد. و مثال دوم و اخیر، هنگامی که حدیث مبارک را میخوانیم: خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترتان آن کسی است که قرآن کریم را میآموزد و به دیگران میآموزاند. تدریس و تعلیم قرآن کریم برای خود و برای دیگران. هنگامی که این حدیث مبارک را میخوانیم افسوس علمای دین و معلمان قرآن کریم را بالخصوص میخوریم. ای کاش که ما هم معلمین قرآن کریم می بودیم و خدمت میکردیم در راه تدریس و نشر کلام رب العالمین. برادران و خواهران مسلمان، این بود درس زیبا و خوب امروزه به عنوان الحسره، حسرت، افسوس خوردن و اظهار ندامت و پشیمانی. آرزو دارم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. تا مجلس آینده با شما خدا حافظی می نمایم. در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.